بازی کردی؟ آره خب خیلی هم بازی کردیم. پس من بالا کوه چیلیادم رفتی؟ آره رفت. 100% اون تابلوی معروف هرم ایلومیناتی رو توی جی تی ای دیدی درسته؟ آره دیدم، خیلی هم عجیب بود. خب اون در از هرم ایلومیناتی نیست و داستان خیلی طولانی تری رو داره که برمیگرده به اوایل بازی. ببین به توضیح بدم که اون چی بوده. برمیگرده به کجا؟ ببین اگه پایین اون نقاشی یا حکاکی رو دیده باشی میبینی که 3 تا نشونه ما داریم. نشونه یه آدمی که توی یه فضاپیماه، یه تخمی که تازه داره میشکنه و یک آدمی که جت پک پشتش. حالا اینا نشونه‌ای چیه؟ ما توی بازی 3 تا کاراکتر اصلی داشتیم دیگه، فرانکلین، مایکل و ترور. این 3 تا در اصل نشونه هموناست. نشونه اول که یادم توی فضاپیماست در اصل مایکله که همیشه تو فضاپیمای خودش بوده و ما هیچ جا نمی‌تونستیم کامل اونو ببینیم و همیشه رازهایی تو زندگیش داشته که به هیچ کس نگفته، مثل همین که هویتش فیکه. یه نشونه دیگه نشونه تخمیه که ترک خورده و داره باز میشه. اون نشونه فرانکلینه که در اصل داره تازه به داستان این خلافکارا و جی تی ای میاد و تازه متولده یه جورایی. بعدی هم یه دونه آدمیه که پشتش جت پک داره. اون تروره که عاشق کارهای خرکیه و اگر که داستان بازی رو خوب گوش کرده باشی میدونی که ترور در از خلبان بوده یه زمانی. حالا اگر عکس رو با دقت نگاه کنی میبینی که ما سری خط داریم که هر کدوم یه خطا به یه جایی میرسن، ولی خط مایکل و ترور به هم وصله ولی به فرانکلین وصل نیست. چرا؟ ببین خط مایکل و ترور در از زیر به هم وصله و یعنی وصل چیزای داستان ما فرانکلین بعد از مایکل و ترور اتفاق افتاده، یعنی عقب مایکل و ترور همدیگر میشناختن. خب جوابش آره است و خیلی هم ساده است. ما تو شروع بازی دیدیم که مایکل و ترور با هم رفتن از اون بانک توی اون شهر برفی دزدی کردن ولی خبری از فرانکلین اونجا نبود. بعد از اون مرحله ما میریم رو داستان مایک فرانکلین که و میریم بالا و مراحل دزدی اون 2 ماشین و یه سری مراحل دیگر انجام میدیم تا میرسیم به اون مرحله‌ای که ما باید ماشین پسر مایکل رو از خونه خود مایکل بدزدیم بریم اونجا که مایکل پشت ماشین خوابه و بیدار میشه. اونجاست که ما با مایکل آشنا میشیم و همینجایی که توی این نقشه این خطای مایکل و فرانکلین به هم میچسبه. حالا اگر همه خط فرانکلین رو بگیری بری بالا یه جایی به خط ترور وصل میشیم که اونجا همون مرحله‌ایه که ما با ترور آشنا میشیم و میفهمیم که مایکل و ترور از قبل با هم دوست بودن. حالا روی نقشه ما یه سری خط زبدری رو داریم میبینیم که این خطا هر کدوم یه مرحله‌ای هن که ما با همین ترور و فرانکلین و مایکل 3 تایی رفتیم. من اون خطی که آخر از هم است و 2 تاست در از خطی که ما باید یکی از این کاراکترها رو حذف کنیم. میتونیم یا مایکل رو حذف کنیم یا ترور یا گزینه آخر سی که هیچ کس حذف نمیشه. ولی آخرش که همه به خاطر همین قضیه میگن که این کوه ایلومیناتیه در از همون چشمیه که اون بالاست. اون چشم در از چشم نیست، اون چشم در از یک فضاپیماه. ما وقتی که بریم بالای کوه چیلیاد و اون سکوی چوبی رو زیرش رو بخونیم نوشته که وقتی که 100% کردی بازی رو دوباره برگرد اینجا و وقتی که ما 100% کردیم و برگردیم اینجا یه میتونیم یه فضاپیما رو ببینیم که بعد یه مدتی یه از اونجا ناپدید میشه و این در از همون نشونه‌ایه که بازی برای ما گذاشته. عجیبه.